چگونه در شبکه‌های اجتماعی امن باشیم؟ این روزها شبکه‌های اجتماعی به دلیل محبوبیت به یکی از اهداف هکرها تبدیل شدند. برای همین ضرورت حفظ امنیت در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر، گوگل پلاس و مانند اون بیش از پیش احساس میشه. فیسبوک. اولین نکته‌ای که باید در مورد امنیت فیسبوک بدونیم اونه که با هر کسی نباید دوست بشیم. این نکته بسیار مهمه چون با دوست شدن با دیگران این امکان رو به اونها میدیم که در زندگی آنلاین ما سرک بکشن و بتونن اطلاعات حساسی مثل نام حیوان خانگی، غذای مورد علاقه و هر ویژگی خاص زندگی ما رو به دست بیارن که ممکنه پاسخ سوال امنیتی حساب ایمیل یا فیسبوکمون باشه. دومین نکته اونه که از نصب اپلیکیشن های مختلف به خصوص اپلیکیشن های فارسی زبان بر روی حساب فیسبوک خودمون اجتناب کنیم. چون در بعضی موارد این اپلیکیشن ها درخواست دسترسی به عکس ها، لیست دوستان و سایر اطلاعات ما رو دارن و در نتیجه با تایید این درخواست به هنگام نصب صاحب اپلیکیشن به راحتی میتونه به تصاویر خصوصی ما دسترسی پیدا کنه. سومین نکته اونه که هنگام به اشتراک گذاری متن و یا تصویر به وضعیت دسترسی اون دقت کنیم. مثلا اگر زمانی عکسی رو در فیسبوک آپلود می‌کنیم، دقت کنیم که دسترسی اون برای چه کسانیه. بهترین مکان برای بررسی این تنظیمات علامت قفل در گوشه سمت چپ در فیسبوک فارسی یا گوشه سمت راست در فیسبوک انگلیسیه که به کمک اون به راحتی میتونیم دسترسی مخاطبان رو مدیریت کنیم. چهارمین نکته در مورد فیسبوک اونه که به سکیوریتی حساب فیسبوکمون مراجعه کنیم و سپس گزینه‌های مرور امن، اطلاعیه‌های ورود و تاییدیه ورود رو فعال کنیم. پنجمین و آخرین نکته هم اونه که مدیریت نوار زمان یا همون تایملاین خودمون رو هم بر اساس نیازمون تنظیم کنیم. در هر حال بهتره که هیچ کدوم از این موارد رو به صورت عمومی یا پابلیک تنظیم نکنیم. مثلا این تنظیمات برای نوار زمان پیشنهاد میشه. توییتر. 1. گذرواژه‌ای خوب و پیچیده انتخاب کنیم. 2. برای لینک‌های ناشناس به هیچ عنوان کلیک نکنیم. 3. مراقب پیغام‌های خصوصی یا دایرکت مسیج‌هایی که دریافت می‌کنیم باشیم و تا جایی که امکان داره برای لینک‌هایی که از این طریق دریافت می‌کنیم کلیک نکنیم. 4. هر از چندگاهی به بخش اپلیکیشن های توییتر بریم و لیست اپلیکیشن هایی که به توییترمون وصل هستن رو بررسی کنیم. اگر بین اونها اپلیکیشن مشکوکی دیدیم، اونو به سرعت حذف کنیم.